حدیث قدسی. نااهلی فرزند آدم. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، حاجت از من می طلبی ولی من برآوردن نمی کنم، چرا که به منافع تو آگاهم و می دانم این را که از من می خواهی به تو ضرر می زند. سپس تو نسبت به خواسته‌ات اصرار می کنی. در نتیجه آنچه که می خواهی به تو می دهم. آنگاه از همان داده هایم بر معصیت و گناه کمک می جویی. پس اراده می کنم که آبروی تو را بریزم و تو دست به دعا بلند می کنی و من آبروی تو را حفظ می کنم. چقدر با تو با خوبی برخورد کنم و تو چقدر با بدی و زشتی با من معامله می کنی. نزدیک است نسبت به تو به گونه خشمگین شوم که بعد از آن هیچگاه راضی نگردم. بهارالانوار جلد 73 صفحه 365.